سلام هموطنان عزیز. فالس کم نویم به پینی به سوپرمارکت افغان انگبوت‌های خیلی خوب زده برای هر هفته. بیایم که بریم داخل ببینیم. سلام آقای نمیزاده عزیز. قربان شما سلامت باشین. نمی انگبوتا قربانی وطندارا بگین که بالاخره بیاین دیگه از این بیدار نمیشه دیگه. از اون اکثر بگیم آقای نمیزاده. این خرما 99 سنت میشه. 99 سنت خرما تقریبا فکر کنم 1 کیلویی باشه درسته؟ یا فکر کنم 900 گرم. 900 گرم. شیرینی ها 199 5 یورو بوده فکر میکنم درسته؟ این برنج 27 و 99 شده به 23 و 23 و 99 برنج ملت 10 کیلویی. واقعا پرفکت. خرما روتف بیترین خرما 229 این انگبوتا برای یک هفته و 4 دیگه از این فرصت بیدار نمیشه. از 2.5 تا 9.5 یعنی یک دایر و 24 تا یعنی از 50 سنت هم کمتر میشه دیگه. فکر میکنم با میران هم به خدا میاثر نمیشه. زمزم 10.99 12 دونه یخی دیگه یاره دیگه. فکر میکنم هم مگر این هم 10.99 لیموناد 12 دونه. والله پرفکت. خب دیگه رو به ترکیه 1.29 سنت دیگه. رو بالمنی هم بخریم ملاقه شما 2.99 گاز. خدا پرفکت دیگه. میش به قابلی 3.99 که چند دیگه آقای نمی‌ذاری؟ از 4.99 یا 10.99 میشه 7.99 7.99 4 مغز نمیته دیگه. درشت دیگه از این درشتر نمیشه به چون دیگه. حلوا ایرانی 1.99 با 1.99 چند بوده؟ 3.99 با 1.99 این 4.99 این میشه به 2.49 به 2.49 این چی هست اینو شرابه؟ نه بابا چی اینا؟ دیستاک اینا. خب اینا چنده شده؟ اینا از 12.99 میشه 8.99 اینا چیه؟ این هم تخم شربتیه باشه که من باشه اینجی میگم خوب اینا این تخم شربتی این واکردیه تخم شربتی همی دونه کات های کرده اینا به چنده میشه؟ 10.99 کارتن هست 12 دونه فکر کنم 12 دونه یک هفته تاریخی رو گفتم بچه‌ها دیگه. واقعا قصبی هم باخر دیکن خود دارم تمام چیز نونوی هم دارم. من تبلیغات نمیکنم که جایی که نشناسم بچه‌ها بیاین. خوش نکردیم هر ایراد و مشکل داشت ما جواب گویم. من خود متعاون شما میدم حتما بیایم و از این فرصت استفاده کنیم. یار خوشحال باشین. فکر میکنم به 4-5 کیلومتری هامبورگ آدرس را میدفعه حتما میزنیم و داخل پیج میگذاریم که راحت بتونیم بیاین. یار خوشحال باشین. میریم و کمیت انگبوتا قصوی هم ببینیم. خب